جلسه اول کلاس رزین استاد مرجان جمشیدی. خب چسب آکواریوممون رو حالت میدیم به هر مدلی که خواستیم و بعد میایم با دستمون رو خیس میکنیم و دیواره هایی که درست کردیم و حالت میدیم، حالا هر جوری که بخوایم تا بتونیم یه دیواره تمیز و به این صورت داشته باشیم. خب بعد که رنگمون رو درست کردیم از رنگ‌های جوهری استفاده میکنیم و رنگ‌های پودری. حالا میخوایم یه رنگ آلبالوی خیلی قشنگی داشته باشیم که رگ‌های مشکی و طلایی داخلش باشه. میایم از رنگ آلبالوی حالا میگیریم که سرخابی میایم استفاده میکنیم و یکم هم مشکی، یعنی دو تاش باید مساوی با هم دیگه مخلوط بشه. بعد میایم از رنگ طلایی پودریمون استفاده میکنیم خیلی کم و به رنگمون اضافه میکنیم. رنگامون رو میایم داخل لیوان یا هر چیزی خواستیم روی ترازومون اندازه گیری میکنیم به اندازه قالبمون و بعد میایم در یک جهت رنگامون رو ترکیب میکنیم جوری که تمام رنگ ها در هم ترکیب شده باشن و بعد داخل قالبمون ریخته و حالت میدیم و از مرکز باید رنگمون رو بریزیم و میتونیم با هر چی که داشتیم حالت بدیم بهش.